هموطنان عزیز، همه شما مردم شریف تاجیکستان صاحب استقلال و هموطنان برون مرزی ما را به مناسبت فرارسی سال نو میلادی 2024 صمیمانه تبریک میگویم. به خرد و بزرگ ساکنان مملکت سلامتی و بخت و سعادت آرزو می نمایم. طوری که چند روز پیش در پیام خود ابراز داشتم، سال 2023 با وجود وضع بسیار پیچیده و ناآرام جهانی معاصر برای کشور ما باز یک سال بابرار و خاطرمان گردید. در پیام دستاورد و پیشروی‌های نایل گردیده خلق تاجیکستان در ساحه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ذکر گردیدند. یعنی ما نقشه‌های برای سال 2023 پیش بینی کرده‌مان را در ساحه‌های گوناگون حیات دولت و جامعه موفقانه عملی نمودیم. در نتیجه امروز شرایط زندگی مردم کشور نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر گردیده است. حالا ساکنان مملکت به فردای باز هم آباد و آسوده دلپرانه نظر میکنند و به خاطر پیشرفت منبعده دولت صاحب استقلال خود صافدلانه زحمت میکشند. خاطر نشان می نمایم که ما هنوز مشکلات و مسائل زیادی حل طلب داریم. برای برطرف کردن مشکلات در حیات مردممان جای داشته و حل و فصل مسئله های موجوده، ما برنامه و نقشه های مشخص قبول کردیم و آنها را زینه به زینه عملی می سازیم. رسیدن به استقلال انرژتیکی به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، صنعت کنانی با سرعت و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت هدف‌های استراتژی می باشند که ما برای عملی نمودن آنها تمام ذخیره و امکانیت‌های خود را سفربر کرده ایم. با این مقصد حالا در کشور بنیاد و از نوسازی نیروگاه‌های عظیم، راه و پل‌های زمانوی، کارگاه و کارخانه‌های معاصر و انشاءات اجتماعی یعنی مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی و فرهنگ و خدمت رسانی با مرام ادامه دارد. در این روند ما به رشد ساحه کشاورزی و افزایش حجم استحصال محصولات ساحه یعنی با آذوقه‌واری استحصال وطنی هرچی بیشتر تامین نمودن اهالی مملکت اعتبار اولین درجه داده ایستاده ایم. هدف اساسی از اقدامات ذکر شده معین نمودن جایهای نوی کاری برای هموطنانمان، منتظم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردممان و فراهم ساختن شرایط زندگی شایسته به هر یک فرد وطنی محبوبمان می باشد. هموطنان عزیز، سالی که سپری شده ایستاده است در دایره نقشه کارهای آبادانی و سازندگی برای تجلیل سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی از جانب تشکیلات و کارخانه‌های دولتی، بخش خصوصی، صاحبکاران وطن دوست، شخصان سخاوت پیشه و اهالی اقدام و تشبس‌های نیک
وسعت تازه پیدا کردند. تا امروز از 28,350 انشاءات طبق نقشه پیش بینی گردیده 10,500 انشاءات و بناهای استحصالی و اجتماعی و خدمت رسانی به استفاده سپارده شدند که این 37% اجرای نقشه را تشکیل می‌دهد. در نتیجه همه گوشه و کنار مملکت تا دوردستترین محل و دهات آن خیلی آباد و زیبا گردیده بسیار مشکلات اجتماعی اهالی برطرف کرده شده ایستاده است. میخواهم با قناعتمندی اظهار نمایم که حالا کارهای آبادانی و سازندگی در تمام قلمرو کشور با مرام ادامه دارند. باور دارم که تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی با سعی و تلاش وطن دوستانه مردم زحمت قرین کشور نقشه تصدیق گردیده را پورا اجرا نموده تاجیکستان عزیز و بیشت آسایمان را به گلستان تبدیل می‌دهیم. همچنین با افتخار خاطر نشان می‌نمایم که محض به شرافت حس بلند وطن دوستی و وطن پرستی مردم کشور سرجمی اهل جامعه سعی و تلاش صادقانه و زحمت فداکارانه خلقمان نفوذ و آبروی تاجیکستان عزیز ما در عرصه بین المللی سال به سال تحکیم یافته ایستاده است. حالا تاجیکستان ما از جانب جامعه بشری همچون کشور پیشرفت و تشبثکار حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم اعتراف گردیده است. در برابر این باید گفت که هموطنان عزیز ما از وضع جهان پرماجرای امروزه مشکلات روز به روز افزاینده سیاره وسعت گرفتن مقیاس تهدید و خطرهای معاصر تروریسم و اکستریمیسم جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی خوب آگاهند. در چنین شرایط ما باید به حفظ نعمت بزرگترین زندگیمان استقلال و آزادی دستاوردهای تاریخی خلقمان صلح و آرامی ثبات سیاسی وحدت ملی و حمایه منفعت‌های ملی و دولتی امان همیشه آماده باشیم. تاکید می‌نمایم که صدقاً دوست داشتن وطن و تأمین نمودن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دولت شایب اختیار تاجیکان وظیفه مقدس هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه می باشد. ما باید در سال نو میلادی و سالهای دیگر به خاطر تحکیم استقلال دولتی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و گسترش خودشناسی و خودآگاهی باز هم بلند برداشتن مقام بین المللی کشورمان سرجم و متحد باشیم. بیشتر زحمت کشیم و تمام کوشش و غیرت خود را به خاطر اجرای رسالت عالی وطنداری یعنی آباد کردن وطن و پیشرفته گردانیدن دولت تاجیکان سفربر سازیم. ما باید آبادی وطنمان را از خانه و کاشانه و محل زیست خود آغاز کرده
کوشش نماییم که در آبادی سرزمین اجدادی سرسبز و خرم گردانیدن آن، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست سهم خود را گذاریم و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن تاجیکان را به جهانیان ثابت سازیم. با چنین نیت‌های نیک بار دیگر تمام مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزی ما را با فرارسی سال نو میلادی 2024 صمیمانه تبریک گفته و هر یک خاندان مملکت تنصیحاتی، خوشبختی، فیض و برکت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. سال نو میلادی 2024 مبارک باشد هموطنان عزیز.